به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازارچسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. من فکر میکنم چیزایی که خیلی قشنگه باید صداشون ضبط بشه، مثل این. یا مثل این یکی. صدای بارون یا گوش دادن به اون یکی از عجیب ترین کارهایی که من همیشه انجام میدم. خودم هم نمیدونم چرا. اینکه بویدن قهوه، عاشق بوی قهوه‌ام. گاهی اوقاتم میخوام که بیدار بمونم و شرح حالمو بنویسم. حس میکنم اینجوری سبکتر میشم، حالم بهتر میشه. چیزایی که اذیتم میکنه، چیزایی که خوشحالم میکنه، همه رو مینویسم.